سلام عزیز من. بسیار خوش آمدین. تشکر بسیار زیاد، افتخار بخشیدین. بفرمایید. تشکر. خوشبختانه که قهرمان خوب و شایسته کشور ما علی جان و بلال در کنار ما هستند و افتخار حضورشان داریم. بسیار خوش آمدین بلال جان، صبح شما بخیر باشه. تشکر صدیقی صاحب، صبحتان بخیر. سلام، صبحتان بخیر بیننده های عزیز، مردم گرامی افغانستان. بسیار تشکر که ما را اینجا دعوت کردین. سلامت باشین. بسیار تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. من قلبا خوشحال هستم که امروز شما را از نزدیک می‌بینیم و گفتگویی با هم داریم و قلبا با شما افتخار می‌کنیم. بسیار تشکر. چه احساس دارین امی لحظه بلال جان؟ احساس بسیار خوب که تلویزیون ملی در افغانستان هستم و هیچ وقت همی فکر ما نبود که اگر روز میاد که تلویزیون افغانستان میایم لایف. بسیار گپ کلان است، بر ما یک افتخار است. دقیقاً دفعه اولی ماست که بعد از زیاد سالها آمدیم پس وطن افغانستان و بسیار که احساس خوب میکنم که محبت. دیروز رفتیم ملی المپیک. بسیار مردم ما را محبت و خوش آمدید کردن. دقیقاً. از کلگی بسیار تشکر. استقبال مردم بسیار گرم بود. من سپاسگزاری میکنم از تمام دوستای ما که به استقبال قهرمان خوب و شایسته کشور ما رفتن. شخصیتی را که شما در حال حاضر دارنده صدا و سیمایش هستین، تقریبا در ایام نوجوانی که 12 ساله یا 13 ساله بوده افغانستان عزیز ترک میکنه، دنیای تلخ مهاجرت آغاز میکنه و مطمئنا در دنیای مهاجرت هر انسان تلخی‌ها و شیرینی‌های خودش را تجربه میکنه. علی جان، بزرگترین دستاورد زندگی خودت نه تنها بر خودت، بر افغان‌ها می بوده که در استجای بین المللی خودت مبارزه کردی و تونستی که افتخار بسیار بزرگ به افغانستان کسب بکنی. این مسیر دقیقاً از کجا آغاز شد؟ چگونه علاقه‌مند ورزش شدی خودت؟ ما بسیار ورزش دوست داشتم. وقتی که از این خود بودیم باکس و کاراته و چیزا می‌کردیم. وقتی که اروپا رفتیم بر ما در کمپ، در کمپای اروپا بر ما یک تیکت میدادن، میگفتن که هر ورزش دوست داری میتونی بکنی. بله، همینطور رفتیم کلاب فتنس و از اونجا بسیار همینطور علاقه‌مندی پیدا کردیم که فتنس. از اون روزا شروع کردیم. هیچ در فکر ما نبود، در ذهن ما نبود که اگر روز قهرمان آنر کلاسیک میشم و المپیا میشم. دقیقاً. یعنی تصادفی هم نبود، علاقه‌مندی از قبل بوده علی جان؟ بسیار علاقه‌مند داشتم که اسپورت، نه که فقط بادی بیلدینگ، که باکس و کاراته و کل کارا ورزش‌ها را انجام دادم. بله.